به نام نور، به نام همکنون ارتباط ما با نور الانوار، مرکز هستی، روح هستی متصل شدیم. در مورد بررسی وضعیت کلام الله، آنچه که صحف دین اسلام، قرآن کریم، سوالاتی داشتیم. ای آقای مقرب، نزول آیات دستوری، سیاسی، اجتماعی، قرآن یک کتابیه که شامل همه دستورات یک زندگی برای موجوداتی به نام انسان در سیاره زمین بوده 1400 سال پیش. این کتاب محمد فردی بوده از اعراب قریش که میرفته غار، گویا رسالت داشته، یعنی روحش اینو میکشونده. خب پس کالبد میاد بیدار میشه رو زمین، روح پی اون رسالتشو بهش گوش زد میکنه، میره گوشه گیری میکنه تنهایی و ندایی میشنوه. آیا ندا رو میشنوه یا به صورت دیداری با چشم فیزیکی هم میبینه؟ اون ملکو میشنوه، فقط میشنوه به صورت پس مدیتیشن یا در حالت خلسه نبوده، در حالت بیداری کامل بوده میشنیده؟ اوکی. آیا این ندا از جانب ملک جبرئیل بوده؟ سپاسگزارم. چند سوره محمد سواد خواندن و نوشتن نداشته؟ داشته؟ خیر. وقتی که آیات بر ایشون نازل میشه، سوره بهشون نازل میشه، یا ممکنه یه سوره رو مثلا در چند نوبت بهشون رسیده باشه؟ در چند نوبت. سوره‌های کوتاه چی؟ بهش میرسیده. سوره کوتاه دیگه مثلا تو یه جا میرسیده، مثلا سوره داریم 2 خط 3 خط. اوکی، سپاسگزارم. بعد چند سوره از این الان 114 سوره ما داریم اینجا، چیزی که به دست ما رسیده. میخوایم ببینیم، بررسی کنیم که تو این آخر زمان، اینجایی که دیگه بعد 12 داره، این آگاهی بعد 12 میاد و انسان رو به یک جهش خرد و حکمت به لطف نورالانوار میرسونه و مرور میکنه گذشته ها رو، ادیان رو، آنچه که زندگی کرده در تناسخات. این روشنگری داره روشن میشه. میخوایم بررسی کنیم مسئله رو. آیا از جانب جبرئیل وحی حقیقت دقیقاً 114 سوره بر محمد نازل شده؟ خیر. چند درصد از این قرآن کریمی که دست ماست کلام جبرئیل که اون هم منقول، نقل قول از پروردگار گفتن ایشون بر محمد؟ 50. خب پس 50 درصد از این قرآنی که دست ماست بس شامل 114 سوره است. 50 درصد دیگه شو آیا انسان ها بهش اضافه کردن یا از طریق وحی مثلا باز از ناحیه دیگه، شبکه دیگه به ما؟ از ناحیه دیگه، شبکه دیگه، از اشتباهات کاتبای دیگه. خب آیا موجودات غیر ارگانیک که مسئولیت سیاهی رو زمین دارن هم ممکنه به صورت وحی همزمان با جبرائیل یا بعد مثلا وارد شده باشن بر محمد؟ بله. و آیاتی رو بهش گفته باشن؟ بله. اوکی. پس 50 درصد از مابقی رو هم میشه گفت که شیطان گفته مثلا. بله. خب حالا این جناب محمد خودش نوشته یا داده کاتبان نوشتن اون وحیی که بهش شده؟
کاتب. چرا خودش ننوشته؟ شنیداریش خوب بود، سواد نداشت. پس سواد نداشت. پس اونجا که میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، الان مثلا علما میگن که محمد دیگه اونجا با سواد شد، ولی نه، منظور اینه که سواد شنیداری شد، نه نوشتاری. به زبان میخی و هندسی بهشون داده شده، به اون زبان گفته شده بهشون، درسته؟ ولی محمد نمیتونسته بنویسه، سواد نوشتن نداشته، درسته؟ لذا به کاتبا گفت نوشتن. بعد به زبان میخی کاتبا که نوشتن، پس محمد نمیدونسته که این ممکنه این از شیطانم باشه. جناب جبرئیل میگفته، شیطانم وارد میشه، سورات میگفته و همینجور شد 114. بعد از خط میخی بعدن که اینا جمع آوری کردند قرآنو، چند سوره در اومده موقعی که خط میخی نسخه ها رو جمع آوری کردن؟ 60 شده 60 سوره. اون 60 سوره همش یعنی باز یعنی 50-50 شیطان و نور بوده؟ بله. اوکی، پس از اون 60 سوره یعنی میشه گفت 30 تاشو جناب جبرئیل گفته. بله. 30 تاش هم شیطانی بوده، محمد متوجه نشد. بله. اوکی، 60 سوره. خب بعد چه اتفاقی افتاده که الان شده 114 سوره؟ آیا همون 60 سوره رو مثلا برش داده، مثلا نصفشو کردن، یه سوره نصفش هم کردن سوره دیگه، یا نه بهش افزودن؟ 60 سوره بهش افزودن. خب چطور کیا میتونستن که عین قرآن مثلا اونجوری 60 سوره بگن و تناقض مثلا متوجه نشه آدم؟ چون خیلی سخته مثل قرآن طراحی شده بوده از موجودات غیر ارگانیک. یعنی موجودات غیر ارگانیک تسلط پیدا میکردن رو عده‌ای انسان ها. بله. اونا چه کسانی؟ کاتب. خب محمد که میدونسته همه 60 تاه. خیر، خودش هم نمیدونست. خودش هم نمیدونسته یعنی نشمرده، نمیدونسته الان این چندمیه؟ خیر. 60. خب پس کاتبان زمان نوشتن چیزهایی می نوشتن که محمد می گفته، می اومده می گفته مثلا اینو به من وحی رسیده، اونا می نوشتن، درسته؟ بله. دست و کارش خیلی رفته. خود کاتبا هم اشتباه می کردن؟ بله. عمدن یا سهوا؟ سهوا. خب بعد میاد قرآن به خط میخی جمع آوری میشه، 60 سوره است، درسته؟ که نیمی از اون. حالا بعد از این 60 سوره بعد زبان، بعد از حالا سالها بعد 100 سال 200 سال 300 سال خط عربی میاد، یعنی همین الفبایی که 32 حرف داره و میخوان حالا این کتاب 60 سوره‌ای میخی رو بیارن به صورت الفبای عربی. اونجا کسایی که میان تبدیل میکنن یعنی ترجمه میکنن اونو، باز آیا اشتباه میکنن؟ معنیش 30% از این قرآن حقیقت داره. در کل از این قرآنی که دست ما 30% حقیقت داره. خب ما الان چطور بدونیم کدومش حقیقته و کدومش حقیقت نیست؟ میشه من خواهش کنم از آقای مقرب؟ بستگی داره تو چه فرکانس باشی و باوراتون روی دین و مذاهب تاریخ‌های کهنه گذشته قرار دهید. درسته، یعنی هوشمندانه اونقدر این قرآن در ابهام یه جورای کد رمزدار اومده که هم که طرح ماتریکس بوده که
یه دوره 1500 ساله مثلا جهان رو درگیر یک بازی و یک سناریو ماتریکس کنه، درسته؟ نه. که هم توش حقیقت هست و هم توش حق یا همون غیر حقیقت. بله. لذا حالا که ما رسیدیم به این آخر زمان، زمان روشنگری، بیداری، من الان این قرآنی که دست ماست، خود سوره ممکنه آیاتش حقیقت و آیاتش مثلا درست نیست؟ بله. پس نمیشه الان اسم سوره رو گفت. دقیقاً. قاطی شده. پس مثلا من میخوام بیام الان بپرسم، باید تمامشون باز شه. باید باز شه. پس خیلی اینجوری دیگه کار دشوار شده. یک راه حل میخوام، که جناب آقای مقرب، که ما بفهمیم این سوره حقیقته و این نه، این غیر ارگانیک ها بودن. کلام این یک مسیری راهیه برای افرادای خواب و بیدار به طبق آگاهی و شعورشون در سطح آگاهیشون و دین باورها و شیعه ها و ماتریکس. خب مثلا آیه میاد میگه آقا کسی که زنا کرد رو سنگسار کنید، مثلا میگیم. یک انسان آگاه بیدار به خودشناسه میاد نمیپذیره، میگه همه خب انسان جاز الخطاست دیگه. حالا اونی که اولین سنگ رو میخواد بزنه کیه؟ آیا خودش هیچ خطایی نکرده؟ هست کسی؟ بله. پس اون نمیپذیره اینو، یه آدم بیدار، درسته؟ و سنگی نمیزنه. بله. ولی یک انسان خواب دیندار متعصب میزنه سنگو و همچی که میزنه داره اون آدم رو میزنه میکشه، به این تصوره که داره ثواب براش میاد، حتی بهشت رو داره برای خودش. آیا من درست میگم؟ درک بین انسان بیدار و خواب متعصب دیندار اینقدره. آیا من درست گفتم اینو؟ سپاسگزارم. پس شخص بیدار دیگه دنبال هیچ دین، آیین یا کتابی نیست دیگه. اون چی که میخونم خودش متوجه میشه با بصیرتش کجاشو بپذیره، کجاشو درود بر شما نپذیره. درسته؟ بله. پس آخرین سوالم من پرسیدم، پس در سایر کتب ادیان ابراهیم مثل صحف ابراهیم، مثل ارزم حضور زبور و تورات و انجیل و اینا هم به همین شکل تعریف شده؟ با شکل‌های متفاوتی، ولی تعریف همین داستانی که برای قرآن رخ داده برای اونها هم هست. بله. اونا هم شامل میشه. سپاسگزارم، متشکرم از آقای مقرب. از پدر پرسید روزی یک پسر، بهترین دین ها کدام است ای پدر؟ گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارند اعتبار. چون که آوردیم هر دین جدید، اختلاف بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریخت بر روی زمین، بارها و بارها با نام دین. نه مسلمانم نه ترسا نه جهود، سر به حکم عقل میارم فرود. عقل میگوید که عیش دیگران هست در همزیستی با دیگران. دین ولی گوید که خون کافران گر بریزی اجر داری بیکران. دیگر اندیشان هم آخر آدمند، دین چرا گوید که مهدور و دمند. من بدین علت ندارم دین و کیش، تا نریزم خون هم نوعان خیش. تو همه فرزند تنها از خرد، پیروی کن تا به مینویت برد. با تمام مردم روی زمین دوستی کن، بهترین دین است این. بدرود.